با سلام خدمت دوستان عزیز. یه 206 اکوماکس داریم مدل 95 با مشکل عدم کارکرد پمپ شیشه شور، هم جلو هم عقب. دوستمون یه چند جا مراجعه کرده بودن، فیوز و سیم کشی و نمیدونم سی بی ام و فم و اینا رو چک کرده بودن، منتها به نتیجه نرسیده بودن. من اینجا همونطور که میدونید سوکتای زیر پا رو باز کردم. ببینید با چه صحنه‌ای مواجه شدم. اینجا یکی از این سوکت‌ها اگه توجه کنید یکی از پیناش عقب نشینی کرده. حالا اینو ما جا میزنیم تست کنیم ببینیم مشکل چیه. من البته قبل از این که ویدیو بگیرم مشکل رو که پیدا کردم تست کردم، جا زدم تست کردم، هم شیشه شور جلو هم عقب راه افتاد بدون هیچ مشکل و موردی. موفق و مؤید باشید.